موسی هست که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی اجلت رسیده است، من به خاطر قبض روحت آمدم، یک مشت میزنه حضرت عزرائیل. حتی در خبرها آمده است که چشمش آویزان میشه و حضرت عزرائیل. پس چرا این سامری را چیزی نگفت؟ زیرا میگه این همون دجال است. دجال که بود حضرت موسی گفت فسحب، خارج شو، گم شو. حتی حضرت موسی را خداوند خبر کرد که تو در اینجا بند هستی، گفت در صورتی که قوم تو گوساله پرست شدین. حضرت وقتی آمد احوال دید چنان به غضب آمد. حضرت موسی بسیار شخصی قوی بود و بسیار شخصی در دین متعصب بود و بسیار غضبناک بود. وقتی غضبش بالا میگرفت دیگه خشی اداره کرده نمیتونست. هارون برادرش که اکش است، از خودش کلان است، از موی سر ریشش گرفت، تکانید، به زمین کشانید. گفت تو کجا را نگاه میکردی؟ من تو را برای چی مانده بودم در اینجا؟ وقتی که مردم گوساله پرست شدین، وقتی الله پرست ها گوساله پرست و صورت پرست شدن، تو چی کار میکردی؟ حضرت هارون از این ظلم موسی به افاقه آمد. گفت یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادر گفت از ریش سر، از موی سرم نگی، سرم تو عیبی من نیست. من ترسیدم که حاضر اگر اینا را جزا بدم تو میگوی در میان بنی اسرائیل تفریقه انداخت هارون در نبودن من. از این خاطر من اینا را کاردار نشیدم که خودت بیای حکم کنی. حضرت موسی سامری را صدا کرد. گفت چی کار کردی بدبخت؟ گفت یا موسی همون پای که من دیدم حضرت جبرئیل که به تو وحی می آورد، از بس که می دانستم پای که الهی است، از همون ایزی پاش اندک خاک گرفتم در داخل گوساله انداختم. گوساله صدا کرد. این مردم جاهل در پیشش سجده کردن. با وجود همون قدر غضبی که حضرت موسی داشت جزاش نداد. حضرت گفت فسحب فإن لك في الحياة ان تقول لا مساس. گام شو، گفت برا تو در حیاتت گفت به هر چیزی که برخری لامساس میگوی، یعنی به من نرس، و هر چیزی که تو را ببینن اونا را لامساس میگن که ما را به دستت نقب. و این عالم حکم میکنه. ببینه میگه حضرت موسی چرا این مرد که با شکنجه گرفتار نکرد؟ همون قومی که گوساله پرست شدن به غضب خدا گرفتار شدن، حضرت موسی امر کرد 70,000 نفرش به قتل رسید. 70,000 نفر. اما شخصی که سببگاری گوساله پرستی قوم شد، حضرت موسی گفت فسحب، برا گفت پیش من. جزاش نداد. چرا؟ زیرا حضرت موسی میدونست که این دجال است. حضرت موسی که پیغمبر خدا است میدونست که قتل این به دست یک کس فقط واقع می شود، به دست حضرت عیسی. از این خاطر گفت برا. اگر حضرت موسی نمیدونست که این دجال است قولش میکن. این موسی است که با یک مشت در مصر یک نفر از خفتی ها را کشته بود. شما قصهش میدونید. این موسی هست که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی اجلت رسیده است، من به خاطر قبض روحت آمدم، یک مشت میزنه حضرت عزرائیل. حتی در خبرها آمده است که چشمش آویزان میشه و حضرت عزرائیل. پس چرا این سامری را چیزی نگفت؟ زیرا میگه این همون دجال است. دجال که بود حضرت موسی گفت فسحب، خارج شو، گم شو. بعد خارج شدن از نزد حضرت موسی ملک سرزمین های زیادی را تماشا کرد، با مردم آشنا شد، حیله و دسیسه ها را یاد گرفت. یکی از همون حیله و دسیسه ها تشکیل کردن گروه های مسانی. درباره مسانس که لاجا شما اطلاعات داره؟ میدانه مسان ها چی هستند؟ یعنی یک تشکیلات مخفی پنهانی که وقتی که نماینده هاش در رو شرکت میکنن همدیگر را نمیشناسن، نقاب در رو کشیده میشینن در مجلس، فقط هم سردار شده دیگر را میشناسن. بار اول در تاریخ مسان ها را دجال تشکیل کرده است و همه گروه های مسانی در ابتدا از بنی اسرائیل ساخته شدند.
دجال بنی اسرائیل قوم یهود را عسکر اساسی خود قرار داده است در مبارزه بر ضد بنی بشر، خاصتا مسلمانان. و همین این موسی هست که وقتی حضرت عزرائیل نزدش میآید که یا موسی